mi? Şunun yine ahurlu tüydü mü ya? Harlı da tüydü mü öyle? Hanlar, ahurlar, men diyen adamlar hemmesi. Kaçık tegilen Kaçık, ahun, molla, Türkmenlerin yaşlı, ben divanı falan. Mesela bir yaşlı adam. O ne kılıç çeken, ne böyle ki fehemli, düşünlü mesela inturadı. İnca taife, merdum mesela yaşlılar o medeniyetten. İn istilahı. Resuma خودتون خوب دقیق مطالعه کنید yaşlı Türkmen mümkün bir sevat باشه hiç نباشه اما فهمیده باشه شجاع باشه mümkün اصلا مثلا تفهمشم نباشه فهمیدی؟ بس yaşlıya onca بودن مولا onca بودن آخوندها onca بودن شیعه ردوی فهمیدی؟ اونایی که مثلا نوکر falan چیز اونایی که میتونستن جنگ بکنن اونایی که مبارزه میکردن جنگ میکردن اینها تمام طایفه جعفروی اونجا بود به حساب نماینده ملاحظه فرمودید پس تصور این جریان برای شما این کاملا مثلا جلسه ریش سفیده که در علم ما همیشه می‌بینیم اینجا یک خانی لازم است تذکر بدم که اینجا خانی به مفهوم خان وجود خارجی نداره هر کدوم اونها از کوچک بزرگ آخوند مولا خان و غیر خان رأیشون یکیه بی سواد و با سواد تو فهم چی رأیشون یکیه ملاحظه میکنید پس اینجا میدونید که یک دموکراسی کامل در اونجا حکم فرما بوده دموکراسی قومی دموکراسی بین اقوام کوچنشین در اقوام کوچنشین یک خانی میشه اون به همه تحکم میکنه که مثلا در ایران در جاهای دیگر حرف او حرف یا کلانترهایی دارن مثل قشقایی اینها اینجور چیزی نیست هر که اونجا رفته و نشسته بود از این تیپ همه‌شون باید بگن یا راضی یا ناراضی پس این یک جنبه دموکراتیکش 100% بوده و این رو حتما همیشه در مد نظرتون بگیرید این برای چه لازمه؟ برای اینکه خان به مفهوم خان ما نداره ملازم کنید طایفه داره قوم داره چیره داره و همه اینا اما اینها مجموعاً بر علیه دولت مرکزی جنگ میکنن یا صلح میکنن یعنی قومیت خودشون ملیت خودشون قومیت خودشون رو همیشه نگه داشتن و بود تا زمانی که رضا شاه قشون رو کشه و فتح بکنه ترکمن صحرا رو در اینجا یک تحول بزرگی به طرف ارتجاع جریان ارتجاع یعنی جریان خانخانی که به نام دولت مرکزی در پایریزی میشه ملاحظه میکنه در ترکمن صحرا استبداد رضا شاهی که چطور شما او را تجزیه تعلیم میکنید یا چه نامی میدید اون دیگه بسته به تصمیم و لحاظ علمی پس این علل پیدایش این عثمان شاه و اختیار او عرض کنم که انتخاب او شرایط اینیش این بوده که در پیش ما روش بحث کردیم ملاحظه فرمودید پس اگر کسی میخواد مثلا از روی میاره
گفتم دور هم جمع شدن. من به شما بگم چند جلسه تشکیل داده. من 2 مرتبه که بالای درخت رفتم میدونم، پس معلوم میشه 2 مرتبه. ما هم مثل قراولو مثل یک چیز تازه بود، ما همه برای تماشا میرفتیم اونجا. ملاحظه میکنیم فکر ما معانات نمیکرد کردن. اول ما ترسیدیم وقتی که تانکیر اندازه کردن، اومدیم خونه در رفتیم، بعد گفتن نه اینا برای آشتی اومدن، نه دشمنش دعوا کرد. اون وقت چیزی حس کنجکاوی ما گول کرد. 4-5 نفر بچه با هم، بچه محلی رفتیم، ما هم نماینده یک بچه ها بودیم اونجا. نماینده همه بوده. پس بدین ترتیب رو هوا ترکمن‌ها رو ما شماتی خیلی مختصر و مجمل گفتیم. پس این خوب اسم ملت را کسی حق نداره تحقیر بکنه. تا اون موقعی که رضا شاه بیاد این قوم استقلال قومی خودش داشته. این من تکیه میکنم به اون موضوع. ترکمن ها برده و عبد عبید هیچ قومی هیچ جنگ کردن، شکستن، خوردن، اما عبد عبیدی مثلا یا فعودالی یا خاری خیبر خان همونی که مثلا در تاریخ نوشته بود خیلی ترکمن‌ها را آزار داده، خیلی کشته، اما عبد عبید خودش نتونسته کنه. خان خیبر که مثلا تاریخ ترکمن‌ها را نوشته بود، ابوالغازی، ملاحظه میکنید. اون مثالی هم که آوردم اسم اون شانو بزرگ یادم بود، یعنی یادم نیست که اون نوشته. شاه اسماعیل می همچین جوابی داده اگر سرتون به سرتون گرانه با اونا دنبال اونا تو قراقم نرو که سرت بگن کسی که تو قراتم. امیر تیمور هم گفته اینا، امیر تیمور هم در یک جا مدرک داره. امیر تیمور هم یک جا گشته ترکمن ها وقتی که عقب نشینی کردند و کنار قم رسیدن دیگر دنبالشون نکنید. امیر تیمور توصیه میکنه، نصیحت میکنه به قشان خودش. اگر ترکمن ها به قره قم رفتن اونها شما را ایدگون میکنن، شما را تشکیل میکشن. پس اکیدن دستور میده وقتی که ترکمن ها عقب نشینی کردن رفتن به قره قم دنبالشون دیگر تعریف نکنه. دلش تیمور نفرده که من به عنوان یک تاریخچی که حالا اون چنین مدرکی ما داریم، کسی میخواد میتونه پیدا بکنه. من خودم دیدم و خودم شخصا خوندم، بود پیش من، حالا مثل اینکه گم کردم، چشمم اجازه نمیده هر دو اینا رو. من یه مدرک دیگری داره به واسه مناسبات. اینجا بگم که بعدا فرصتی شد با شما در برای این که بفهمید تا زمان رضا شاه چطور ترکمن ها مناسبات بین اینها روابطشون با بغیر بگی استراباد یا فرماندار استراباد از طرف دولت ایران با ترکمن های دستگرگان ایران، دست ترکمن‌های ترکمن ایران، البته یک اسم دقیق انتخاب بکنید که من بتونیم روی اون تکیه کنم. بعدیش من قبول ندارم، فهمیده؟ صحبت شهرها و خرابی ندارم، شهرها نیست که ترکمن در حال از لحاظ علمی گذشته از این که تاریخ عالم آرایی را شما بخونید در اونجا اطلاعاتی ترکمن ها میبینید